وقتی خودت خوبی ولی انتخابت نه، مصداق آقای رضا شفیعی جمع هست. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه ما باشید و با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنید. رضا شفیعی جمع در شام ایرانی به صراحت اعلام کرد که برای پرداخت مهریه همسر سابقش مجبور شده خانه‌اش را بفروشد. شفیعی جمع در بخشی از این فیلم با بیان اینکه دوست ندارد به دروغ درباره زندگی مشترکش حرف بزند گفت: پول زحمت 20 ساله ام را برای 6 ماه زندگی از دست دادم. جدایی من و همسرم خورد به ماجرای افزایش ناگهانی قیمت طلا و مرتب قیمت طلا بالا رفت و من نیز مجبور شدم برای پرداخت مهریه همسرم خانه ام را بفروشم. شفیعی جمع گفت: البته این را هم بگویم که خانواده ما هم تقریبا از طیف خانواده های سنتی است، یعنی خانواده‌ای که طلاق واقعا در آن کم بود، اما به هر حال این اتفاق افتاد. این بازیگر طنز که همچنان به واسطه ایفای کاراکتر بامشاد در سریال نقطه چین شناخته می شود، با مخاطب قرار دادن جوانترها گفت: اینکه 400 سکه یا 500 سکه مهریه تعیین می کنید بدون اینکه فکر کنید به روزی که باید آن را به همسرتان پرداخت کنید زیاد کار درستی نیست. رضا شفیعی جمع متولد 9 تیر 1350 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون هست. دانش آموخته رشته گرافیک که از مسیر نقاشی و تابلو کشیدن در 16 سالگی وارد عرصه بازیگری شد. فعالیت خود را با تئاتر از سال 1364 وقتی 16 ساله بود شروع کرد و از همین طریق با رضا عطاران آشنا شد. در سال 1370 که 20 ساله بود با معرفی رضا عطاران وارد مجموعه ساعت خوش مهران مدیری شد و علاوه بر بازیگری نویسندگی بخشی از کار را نیز بر عهده گرفت. شهرت بیشتر او با نقش بامشاد در سریال نقطه چین سال 82 شروع شد. با سریال‌های جایزه بزرگ و شب‌های برره نیز خوش درخشید. شاید فکر کنید که آقا رضا و مهران مدیری با هم حسابی دوست هستند، اما اینطور نیست و خود آقای شفیعی جمع میگه: من هیچگاه با مهران مدیری رفیق نبودم، معمولا با عنوان یک همکار در کنار ایشان بودم. باور کنید من هنوز نمیدانم خانه ایشان کجاست و شماره تلفنش چند است. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کانال از حواشی روز ایران با خبر شید.